من وقتی میخوام قالب بخرم، قالب سفارش بدم و قالبم رو تحویل بگیرم، به چه چیزهایی توی این قالب باید توجه بکنم؟ سلام دوستان، قراره توی این ویدیو یک سری اطلاعات رو در اختیارتون بذاریم. ما توی ویدیوی قبلی اومدیم گفتیم شرایط انتخاب قالبمون به چه صورت هست، چطور باید یک قالب رو انتخاب بکنم و به چه نکاتی توجه بکنم. خب من پریفرم ها رو شناختم، قالب ها رو شناختم، نحوه قیمت گذاری بطری رو دونستم، نحوه قیمت گذاری قالب هم دونستم. حالا وقت اون شده که من قالب رو بخرم. خب من وقتی میخوام قالب بخرم، قالب سفارش بدم و قالبم رو تحویل بگیرم، به چه چیزهایی توی این قالب باید توجه بکنم؟ توی این ویدیو قراره به شما کامل توضیح بدم که قالب من چه اجزایی داره و اون اجزا چه ویژگی هایی باید داشته باشن که من یک قالب با کیفیت رو ساخته باشم و تحویل گرفته باشم. بریم توی اسلایدهای آموزشی که من اجزای قالب رو بهتون بگم و ویژگی های اونها رو هم بهتون بگم. بریم با هم ببینیم. خب دوستان، میخوام بپردازیم به بررسی اجزای قالب پت و اینکه من قالبی که میخوام سفارش بدم این اجزا چه ویژگی هایی باید داشته باشن که من با خیال راحت یک قالب با کیفیت رو تهیه کرده باشم. خب بپردازیم به بررسی اجزای قالب پت. ویژگی های اجزای قالب پت چیا هستن و کلا این اجزا چیا هستن؟ دوستان، یک قالب پت از 9 تا قسمت تشکیل میشه. 1 بدنه قالب، 2 شیار روبند قالب، 3 سوراخ راه آب قالب، 4 پین قالب، 5 سربند قالب، 6 پاشنه قالب، 7 پرون اون پاشنه که بیشتر توی پاشنه‌های پافیلی و شیاردار می‌ذاریم ما اینها رو که براتون توضیح میدم، و 8مین مورد سرشلنگی ها هستن و 9مین مورد صفحه پشت قالب که هر کدوم از این اجزا یک ویژگی های اگر داشته باشن نشون دهنده این هست که قالب من یک قالب با کیفیت هست. خب در مرحله اول بپردازیم به بدنه قالب های بطریمون. جنس بدنه قالب ها مهمترین معیار توی انتخاب بدنه قالب هست. دوستان، در قدیم که هنوز ماشین های CNC نیومده بود، البته اون زمان هنوز هم پت انقدر به وفور پیدا نمی شد و بیشتر قالب های شیشه‌ای بودن. بیشتر این قالب ها جنس چدن داشتن. خب چدن قابلیت ریختگری خوبی داشت، ماشین کاری چون ما نداشتیم اون زمان به وسیله دستگاه های CNC میمدن از بطری که حالا با چوب ساخته بودن، با پلاستیک ساخته بودن، به هر شکلی ساخته بودن، یک قالبی تهیه میکردن و از اون قالب میومدن قالب بطری رو ایجاد میکردن. خب نکته خوبش این بود که چدن خاصیت ریختگری خوبی داشت، ماشینکاریش بهتر از فولاد بود، راحت تر بود، یعنی میخواستم وقتی پولیش بکنم، اما گردهای سمی از خودش به جا میذاشت و مشکلی که داشت این بود که قالب های چدنی شکننده بود و اگر قالب به نحوی به زمین میخورد یا یک فشاری بهش میومد، اون قالب میشکست و از خط باید خارج میشد و دیگه به کار ما نمیومد و چون جوشکاری سختی هم داره چدن، قابلیت جوشکاری هم نداشت. به مرور وقتی دستگاه های CNC اومدن توی بازار، اومدن قالب های چدنی رو کنار گذاشتن. اون موقع بود که پت وارد بازار شد، قالب های پریفرم اومد، قالب های تزریق اومد و قالب های فولادی رو اومدن ساختن. قالب های فولادی شکنندگی نداشت، مقاومت خیلی بالایی داشت، اما 2 تا عیب بزرگ داشت این قالب ها. 1 سنگین بودن خود قالب و ماشینکاری سخت اون. 2مین مورد فرسایش زیادی اون قالب بود. راه آب‌هایی که توی اون قالب بود به مرور زنگ می‌زدن و کور می‌شدن و دیگه اون قالب قدرت خنک‌کاری نداشت. قالب سنگین بود، باز و بسته کردن اون خیلی سخت بود، اما میگم استحکام خیلی بهتری داشتن نسبت به چدن‌ها. تا وقتی که آلومینیوم ها اومدن. آلومینیوم ها ضعیف بودن، قدرت فولادها رو نداشتن و از اونها نمیشد برای ساخت قالب استفاده کرد. اما یک آلیاژ آلومینیومی اومد به نام آلیاژ سری 70 یا 7000 میگم 70
سری 7000 آلومینیوم که اومد که ما الان تو بازار از سری 7075 استفاده میکنیم که شامل ارزم به حضور شما سری های T6 T7 T6 151 RRA میشه که همه اینها رو به نام آلومینیوم 7075 میشناسن. این آلیاژ آلومینیوم به دلیل روی بالا و یک سری خواص ویژه‌ای که داشت استحکام خیلی زیادی داشت، حتی میتونم بگم استحکامی تا نزدیکی فولادها. اما 3 تا حسن داشت این قالب نسبت به فولادها. استحکام اون که برابری میکرد با فولاد، چون خود آلومینیوم وقتی ماشین کاری انجام میشه، براده برداری از روی اون انجام میشه، سریعا سطح روی اون اکسید میشه و اکسید آلومینیوم خیلی مقاومتش از فولاد بیشتر هست. اما 3 تا حسنی که داشت چی بود؟ یک، وزن قالب خیلی سبک میشد و اپراتور و اون تولید کننده راحت میتونست از اون قالب استفاده بکنه. 2، ماشین کاری خیلی راحتی داشت نسبت به قالب های فولادی، پس قالب ساز هم راحت تر میتونست با این متریال کار بکنه. و مورد 3، فرسایشی توی این قالب ها وجود نداشت. چرا؟ چون وقتی ما آب رو میخواستیم داخل قالب به گردش در بیاریم به خاطر خنککاری، خب فولاد زنگ میزنه، اکسید میشه نسبت به آب، ولی آلومینیوم یه همچین واکنشی رو نشون نمیده. پس قالب من سالها و سالها بدون مشکل کار میکنه و نیاز به تعمیرات نداره. و جدیداً هم دیگه از قالب‌های فولادی و شدنی به هیچ عنوان استفاده نمی‌کنن. چرا؟ چون قالب خیلی سنگین میشه، ماشین کاری اون سخت میشه و دیگه کسی ترجیح نمیده بیاد اینقدر هزینه بکنه برای ساخت یه قالبی که نمیشه به راحتی هم ازش استفاده کرد به دلیل وزن بالای قالب. پس میان از قالب‌های آلومینیومی استفاده میکنن، اما باید حواستون جمع باشه دوستان. آلومینیومی که برای قالب استفاده میشه حتما سری 7000 یا 7075 باشه. نیاید از بلوک‌های ریخته‌گری استفاده کنید که استحکام کمی دارن، چون این قالب‌هایی که ما استفاده می‌کنیم نورد میشن و میگم مقاومتشون در حد فولادها هست. حالا بعضی از همکارها میان از قالب‌های از شمش‌های ریخته‌گری استفاده می‌کنن که استحکام کمتری داره و قیمتش هم پایین‌تر هست، اما عمر پایین‌تری هم برای شما داره. مورد دوم دوستان شیار روبند قالب هست. اون شیاری که ما کنار قالب در میاریم تا بتونیم به وسیله روبندها اون رو به سینی دستگاه پرس خودمون ببندیم. توی این مورد ما مهمترین معیاری که توی شیارها داریم ابعاد شیار روبند هست که عمق اون باید بین 15 تا 20 میلیمتر باشه. حالا میگه چرا بیشتر چرا کمتر؟ نه، چون اگر من بیام این عمق رو کمتر بکنم، روبند به خوبی نمیتونه این قالب رو روی سینی دستگاه من نگه داره و احتمال داره توی مدام کار بودن قالب من جابجایی داشته باشه که این جابجایی باعث از بین رفتن پین قالب و پایین اومدن کیفیت بطری تولیدی میشه. اما چرا از 20 میلیمتر من بیشتر نگیرم؟ خب من وقتی میخوام بیام اون شیار رو 20 میلیمتر بزرگتر بکنم، باید ابعاد قالبم رو هم تغییر بدم و چون بلوک های توی بازار ابعادهای استانداردی دارن، مثلا من میام از یک بلوک عرض 26 سان استفاده میکنم. وقتی میخوام شیار رو بزرگتر کنم، خب یک دفعه نمیتونم بگم خب من بلوک عرض 27 سانت رو میام انتخاب میکنم، بعد برم چیکار بکنم؟ بلوک عرض 30 سانت استفاده بکنم. خب 4 سانت به عرض قالب من اضافه میشه بی دلیل و هزینه متریال و هزینه ماشین کاری من بی جهت اضافه میشه. پس بهترین رنج عمق شیار بین 15 تا 20 میلیمتر است. اما یک سری ویژگی ها هم داره شیار روبند. یک، اولین مورد اینه که نباید زیادی نزدیک به سوراخ راه آبهای قالب من باشه، چون اگه فاصله گوشت بین شیار قالب من تا راه آب قالب من کم باشه، احتمال داره اینها به هم برخورد داشته باشن و قالب من نشدی آب پیدا بکنه. مورد دوم فاصله مناسب تا کف قالب هست که این فاصله ما میگیم بین 20 تا 25 میلیمتر باید باشه. اگر فاصله خیلی کم یا خیلی زیاد باشه، باز هم روبند من نمیتونه قالب رو به درستی روی سینی دستگاه پرس مهار بکنه و چه اتفاقی میفته؟ قالب جابجایی پیدا میکنه حین تولید. یا اگر بیام این فاصله رو نزدیک به سطح قالب یا نزدیک به محفظه‌ای که قراره توی اون بطری تولید بشه بگیرم، احتمال داره
سوراخ بشه و وقتی میخوام بطری تولید بکنم بطری بی‌کیفیتی به من بده. پس باید به این اندازه ها دقت بکنیم که تا کف قالب چه فاصله‌ای دارم، عرضم به حضور شما تا سوراخ آبم چه فاصله‌ای دارم و تا محفظه‌ای که بطری قراره توی اون تولید بشه من چقدر فاصله دارم. حالا شاید بگید خیلی ها رعایت میکنن، نه، خیلی قالب ها برای ترمیم به دست ما میرسه که میبینیم این موارد توش رعایت نشده و به همین دلیل من این ویدیو رو برای شما ضبط کردم. مورد سوم سوراخ راه آب قالب هست. سوراخی که ما آب باید توی قالب گردش بکنه تا قالب ما رو خنک بکنه، تا اون پیریفرم با اون بطری ما بتونه شکل خودش رو به درستی به دست بیاره. دو مدل هستن دوستان، یک مدل میله‌ای و یک مدل رادیاتوری. چه فرقی میکنن اینها با هم؟ دوستان اگر نسبت خنک‌کاری رو بخوایم، تو مدل رادیاتوری ما خنک‌کاری بیشتری داریم تا نسبت میله‌ای. چرا؟ چون سطح پشت قالب من کامل درون آب قرار داره و آب کامل اون سطح رو در بر میگیره و خب خنک‌کاری بیشتری برای من به وجود میاره. اما این مورد توی میله‌ها کمتر هست. کجا این مورد رو ما میتونستم مشاهده کنم؟ توی قالب‌های فولادی. اما توی قالب‌های ارزم به حضور شما آلومینیومی، چون خود آلومینیومی دفع حرارت بیشتر و انتقال حرارت بیشتری داره، میله‌ها به خوبی جواب میدن، اما به این شرط که تناسب قطر سوراخ‌های اون راه آب رعایت شده باشه، انقدر کوچیک نباشه که نتونه خنک‌کاری رو انجام بده. حالا میگید چرا میگیم میله‌ای، چرا نمیگیم ارزم به حضور شما رادیاتی؟ چون رادیاتی ها دو تا مشکل عمده دارن. یک، هزینه ماشینکاری خیلی زیادی دارن برای ساخت اونها و این هزینه ماشینکاری هزینه قالب رو بالا میبره. و مورد دوم آببندی اونها هست، چون اونها به وسیله یک اورینگ آببندی میشن و اگر اون اورینگ آسیب ببینه و ارزم به حضور شما عمق نشیمنگاه اون اورینگ درست تنظیم نشده باشه، این قالب ها نشتی آب دارن. اما توی قالب های میله‌ای من نشتی ندارم، هزینه ماشینکاری پایین هست، ولی میگم خنک‌کاری کمتری دارن که اگر اون رو هم بیایم ما تناسب میله ها و حجم قالب رو درست حساب کرده باشیم، این مشکل هم رفع میشن و این مورد هم برطرف میشه. خب حتی که ما خب ترجیح خودمون هم سوراخ‌های راه آب میله‌ای هست. مورد چهارم پین قالب هست. دوستان پین قالب باید از دو قسمت نرگی و مادگی تشکیل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من این میله بره توی غلافی دیگه. حالا بعضیا من چیکار میکنن؟ حالا اینها به چه صورت روی قالب بسته میشه؟ قسمت میله روی یک کفه قالب بسته میشه، روی یه نیمه قالب بسته میشه و قسمت مادگی که سوراخی هست که این میله قراره توی اون رفت و برگشت داشته باشه روی نیمه دوم قالب بسته میشه. حالا بعضی‌ها میان مادگی رو حذف میکنن و روی بدنه قالب یک سوراخ میزنن که این میله داخل اون سوراخ رفت و برگشت داشته باشه، که اگر دیدید قالب یه همچین موردی توش اتفاق افتاده بود، اون قالب رو به هیچ عنوان تحویل نگیرید. چرا؟ چون قالب شما آلومینیومی هست، مادگی این پین آلومینیوم خود همون بدنه قالب هست و این پین جنسش فولاد یا آهن هست که عبور و مرور این میله داخل اون سوراخ باعث خوردگی اون سوراخ میشه و اون سوراخ رو گشاد میکنه و باعث لقی قالب و خط قالب روی بطری شما میشه. پس اگر جایی دیدید قالبتون مادگی پین نداره، از اون قالب استفاده نکنید. حالا بعضی وقتا خود این پین باید یک ابعاد استانداردی داشته باشه نسبت به اون مادگی، یعنی نه زیاد صفر و نه زیاد لق باشه که باعث خوردگی یا لقی اون قسمت بشه. حالا ما تو قالب های خودمون میایم پین های کروم استفاده میکنیم که سطح سایش کمتری دارن و عمر خیلی طولانی دارن و خوردگی توی اونها اتفاق نمیافته. خیلی ها میان پین های فولادی استفاده میکنن، مشکلی نداره. فقط میگم پین نرگی داخل مادگی نباید لقی داشته باشه، یعنی که شما دو تا قالب رو روی هم میذارید تکون میدید، اینها نباید هیچ تکونی روی هم بخورن و هیچ لقی توی دو تا نیمه قالب مشاهده بشه. مورد بعدی هم سربند قالب هست. سربند قالب کجای قالب میشه؟ اون قسمتی که من پیریفرم رو روی اون قرار میدم و قراره پیریفرم من رو نگه داره.
که اون هم به دو صورت هست دوستان، یا آلومینیومی میزنن یا فولادی. آلومینیومی ها هم دو صورت دارن، یا روی خود بدنه قالب رو ماشین کاری کردن و جای پریفرم رو در آوردن که قالب هایی که اگر به این صورت ساخته شدن رو اصلا تحویل نگیرید. چرا؟ چون به مرور این قسمت دچار خوردگی میشه چون جنسش آلومینیوم هست و دیگه نمیشه اون قسمت رو اصلاح کرد و اگر اصلاح هم بکنیم اون دقتی که قبلا انتظار داشتیم رو به ما نمیده. اما مورد دوم آلومینیومی ها مورد اینسرتی هستن، یعنی ما اومده قالب ساز اون سربند رو جدا ساخته و مثل یک پیچی روی بدنه قالب مونتاژ کرده. اگر اون مورد باشه باز هم بهتره، چون اگر اون سربند خراب بشه ما میتونیم اون رو باز بکنیم و یک سربند جدید ببندیم. اما مورد بهتر این هست که من بیام سربند اینسرتی فولادی بسازم، یعنی اون سربند اینسرتی قابلیت جدا شدن از قالب رو داره و قابلیت تعویض داره و چون جنس اون از فولاد هست استحکامش خیلی بیشتر از آلومینیومی هست، شاید بگم 10 برابر بیشتر از یک سربند آلومینیومی عمر میکنه. پس شما میتونید سربند آلومینیومی یا فولادی بردارید، قیمتاشون انقدر با هم تفاوتی نمیکنن اما عمر سربند فولادی خیلی بیشتر هست. اما اگر دیدید سربند قالب رو روی خود قالب ماشین کاری کردن، به هیچ عنوان این قالب رو تحویل نگیرید، چون این قالب اگر سربندش ساییده بشه و خراب بشه اصلاح اون باعث عدم دقت توی قالب شما میشه و هزینه خیلی بیشتری رو روی دست شما میذاره. مورد پنجم پاشنه قالب هست، اونجایی که قرار نشیمنگاه قالب من رو شکل بده. پاشنه های قالب دوستان شکل های مختلف دارن و یک موردی که خیلی اتفاق میفته این هست که بیشترین عدم سوء تفاهم توی قیمت بین قالب ساز و مشتری همین گزینه پاشنه هست. چون بیشتر قالب سازها وقتی شما قالبی سفارش میدید قالب رو بر اساس پاشنه ساده قیمت میدن. شما میرید بعدا میگید من پاشنه پافیلی یا شیاردار یا طرحدار میخوام. خب هزینه اینها نسبت به پاشنه ساده بیشتر هست و قالب ساز اون موقع میاد قیمت قالب رو بالا میبره و شما فکر میکنید قالب ساز داره به عبارت بازاری خودمون دبه میکنه یا داره قیمت رو بیخودی اضافه میکنه، در صورتی که اینطوری نیست. قالب ساز بر اساس پاشنه ساده به شما قیمت داده اما شما اومدید پاشنه رو یا طرحدار یا شیاردار یا پافیلی میخواید و این باعث میشه که قیمت قالب تغییر بکنه. حالا این سوال به وجود میاد که خب این پاشنه ها چه تفاوتی با هم دارن و کجاها به کار میرن. دوستان اگر من بطری دارم تولید میکنم که موادی که توی اون خالی میشه داغ نیستن، یعنی موادم رو نمیخوام پاستوریزه کنم توی بطری بریزم و بطری من فشار مواد هم نداره، مثل نوشابه ها فشار گاز توی اونها نیست و وزن بطری هم به نسبت بالا هست، من توی این موارد میام پاشنه ساده انتخاب میکنم، مثل بطری های شامپو، مثل بطری های کرم، اینها میام پاشنه ساده به کار میبرم، مثل موادی که آرایشی مثل بطری هایی که مواد آرایشی بهداشتی دارن. اما یه وقتی میام مثل عرقیجاتی که پاستور میشن و با دمای 60 درجه توی بطری ریخته میشن، خب بطری من کفش خیلی حرارت داره میبینه و احتمال دفرم شدن داره. به خاطر که از این دفرم شدگی جلوگیری کنم میام کف بطری خودم رو حالا یا طرح‌های ستاره‌ای 5 پر، 4 پر، 6 پر میزنم یا حالا بعضی‌ها میان طرح گل و اشکال رو در میارن که به بطری من استحکام میده تا در برابر مواد داغ بتونه از خودش مقاومت نشون بده. خب حالا یه وقتایی ما میام چیکار میکنیم؟ بطری نه قرار مواد داغ توش بره نه هیچ، اما وزن بطری نسبت به بطری هایی که پاشنه ساده دارن خیلی میاد پایین تر. مثل چی؟ مثل بطری های آب مدنی. بطری های آب مدنی با وزن پایین تولید میشن و خود بدنه بطری خیلی نازک هست. خب من وقتی میخوام بطری با اون بدنه نازک رو روی کف یخچال مغازه یا روی یک جایی قرار بدم، اگر پاشنه من ساده باشه که خب جمع میشه، چروک میشه و نمیتونه وزن اون بطری رو تحمل بکنه. اینجا میام چیکار میکنم؟ اینجا میام روی پاشنه بطریم یک سری شیارهایی قرار میدم که این شیارها باعث استحکام بخشیدن به بطری من میشن. حالا شاید بگید چرا مثل این طرح نمیام طرح ستاره‌ای بزنم؟ دوستان این خودش باعث میشه که
استحکام توی پاشنه من نباشه. این فقط میگم با خاطر عدم دفرمیگی توی مواد داغ به این شکل زده میشه. اما توی پاشنه‌های شیاردار این شیار، ببینید توی اینجا من فقط کف بطری رو شیار دارم، ولی اینجا توی بطری‌های شیاردار شیار من امتداد پیدا میکنه تا روی بدنه قالب و این باعث میشه که نشیمنگاه بطری من استحکام خیلی بالاتری داشته باشه. پس اگر بطری من وزن مناسبی داره و مواد داغ توی اون ریخته نمیشه از پاشنه ساده، اگر مواد داغ ریخته میشه و وزن بطری هم بالا هست از پاشنه ستاره یا طرحدار، اما اگر وزن بطری من خیلی داره میاد پایین و نشیمنگاه بطری من که قرار روی زمین بشینه ضعیف داره میشه، من میام از بطری شیاردار استفاده میکنم. اما میرسیم به بطری های پافیلی. کجا از بطری پافیلی استفاده میشه؟ جاهایی که دوستان من فشار گاز دارم، یعنی مثل دوغ ها، مثل نوشابه ها، من فشار مایع دارم و اون موادی که توی بطری من هست فشار داره میره به بدنه بطری من. اینجا من میام چیکار میکنم؟ برای اینکه استحکام پاشنه رو بالا ببرم، این شیارها رو هم ادامه میدم تا روی بدنه و هم عمق اونها رو زیاد میکنم تا جلوی اون فشار مایع رو بگیره. بخاطر این نوشابه های گازدار و دوغ های گازدار رو توی بطری هایی با پاشنه پافیلی قرار میدن. و این رو هم بگم، این دوتا پاشنه پافیلی و شیاردار نسبت به پاشنه های ستاره‌ای یا طرحدار یا ساده قیمت های خیلی بالاتری دارن، چرا که مکانیزم اونها فرق میکنه که من توی ویژگی بعدی براتون میگم توی اجزای بعدی، و جنس بیشتری به کار میره توی این پاشنه ها و عرضم به حضور شما ماشینکاری بیشتری هم نیاز داره. به همین دلیل بطری هایی با پاشنه پافیلی و شیاردار نسبت به ستاره‌ای یا طرحدار گرونتر هستن و ستاره یا طرحدارها نسبت به ساده ها یک مقداری هزینه‌شون بالاتر هست. اما اون تفاوتی که گفتیم دارن توی مکانیزمشون چی هست؟ مربوط به پرون پاشنه میشه. پرون پاشنه چیه؟ دوستان توی بطری های شیاردار و پافیلی چون خروج بطری بعد از باز شدن از قالب سخت هست، ما می‌بینیم این پاشنه ها رو به صورت کشویی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما یک فنری پشت این قرار میدیم و این پاشنه از قسمت قالب یک مقداری بیرون زده هست توی حالت باز بودن قالب. ما میام چیکار میکنیم؟ ما میام اینجا اینها رو کشویی قرار دادیم. یعنی وقتی قالب بسته میشه این پاشنه دقیقاً تو موقعیت خودش قرار میگیره و بطری رو تولید میکنه و وقتی قالب باز میشه این پاشنه یک مقداری از قالب فاصله میگیره و بطری رو از بدنه قالب برای ما جدا میکنه و باعث میشه قالب خیلی راحت‌تر، بطری خیلی راحت‌تر از قالب خروج پیدا بکنه. اگر جای دیدید پاشنه پافیلی هست و مکانیزم پرون یا تورک یا حالت کشویی پاشنه وجود نداره، این قالب رو به شرط بگیرید که اگر بطری از قالب موقع بعد از تولید به سختی داره جدا میشه، حتما اون قالب ساز قالب شما رو اصلاح بکنه و به همین دلیله که من میگم قالب های پافیلی و شیاردار گرونتر از پاشنه های طرحدار و ساده هستن. اینجا هم دوستان من میتونم به این نکته قشنگ اشاره بکنم که گفتیم سربندهای اینسرتی فولادی به این شکل هستن، ببینید جدا از قالب هستن و با پیچ به قالب بسته میشن و مادگی پین ها رو هم گفتیم باید فولادی باشن، نه از خود جنس بدنه یا قالب، و اینجا شما میتونید اون دو تا گزینه رو هم مشاهده بکنید. اما مورد هشتم سرشلنگی های قالب هستن دوستان. سرشلنگی های قالب به دو صورت هستن، یا سرشلنگی های برنجی و عرضم به حضور شما پیچی هستن یا سرشلنگی های استیل فیتینگی. خب فیتینگی ها خیلی راحت تر مونتاژ میشن و به مرور پارگی شلنگ ما توی اینها نمیبینیم و نیاز به بست ندارن برای بستن شلنگ روی قالب. اما توی سرشلنگی های برنجی اگر ما خیلی قالب باز و بسته بشه، خود شلنگ از این نقطه‌ای که به سر سرشلنگی اتصال داره پاره میشه و احتمال داره که چی؟ و ما اینجا نیاز داریم که از بست‌های فلزی برای نگه داشتن شیلنگ روی سرشلنگی استفاده کنیم. اما دوستان تفاوت قیمت اینها خیلی با هم هست، چون ما تقریبا روی یک قالب 12 تا سرشلنگی میذاریم. خب
این سرشنگی دونه 5000 تومان هست، این سرشنگی دونه 50000 تومان. 12 تا 5000 تومان من میشه 60000 تومان، اما 12 تا 50000 تومان من میشه 600000 تومان. خب یک مبلغ هنگفت، یک مبلغ قابل توجهی فرق بین این دو تا سرشنگی هست. ما خودمون روی قالب هامون سرشنگی برنجی رو به صورت اشانتیون برای مشتری قرار میدیم که خیلی از قالب سازها این رو قرار نمیدن، اما خود مشتری میتونه این سرشنگی ها رو باز کنه و سرشنگی فیتینگی ببنده، یا میتونه هزینه اون رو پرداخت بکنه به ما و ما بیایم چیکار کنیم؟ سرشنگی فیتینگی برای اون ببندیم. و میگم قیمت شیلنگ های این سرشنگی ها هم نسبت به سرشیلنگی های برنجی بیشتر هست و حالا توی دبی آب هم یه مقدار توی جریان آب هم فرق میکنه که انقدر تاثیر روی قالب من نمیذاره. اما نکته خیلی مهم دوستان بحث صفحه پشت قالب هست که ما میبینیم به شدت دوستان میان چیکار میکنن. عرضم به حضور شما از صفحات فلزی پشت همه قالب ها استفاده میکنن و توجیهشون هم این هست که ما قالبمون تاب ور نمیداره. دوستان اگر قالب شما بلوکش جنسش آلومینیوم 775 باشه و ابعاد اون ابعاد استاندارد باشه، یعنی چی؟ یعنی من از کف اونجایی محفظه‌ای که بطری داره توش تولید میشه تا کف قالبم گوشت خوبی داشته باشه، ضخامت خوبی داشته باشه و ماشینکاری درستی روی قالب انجام شده باشه، قالب من نباید تاب برداره. اینی که صفحه میذارن قالب رو سنگین میکنن، هزینه قالب رو بالا میبرن با این توجیه که قالب من تاب نداشته باشه. اگر اون صفحه نازک باشه که خب تاب قالب به تاب صفحه به صفحه هم انتقال پیدا میکنه و خود صفحه هم بعد 6 ماه 1 سال تاب برمیداره. اگر صفحه هم ضخیم باشه که خب هزینه قالب میره بالا و قالب من به خاطر سوراخ‌هایی که برای اتصال صفحه به قالب ایجاد میشه ضعیف میشه و عرضم به حضور شما تولید کننده هم سختشه با قالب شما تولید داشته باشه. ما خودمون از صفحه استفاده میکنیم اما دلیل اون عدم تابیدگی نیست. دلیل اون چی هست دوستان؟ ما دستگاه هایی که توی بازار هست، دستگاه های پرکنه دستی، وقتی بسته میشه دو تا کفه قالب یک فاصله 12 سانتی بین اونها خالی هست. من وقتی میام قالب های 100 سی سی 200 سی سی و زیر این حجم رو تولید میکنم، خب بلوک قالب من نازک هست، یعنی بلوک قالب من عرضش 5 سان هست. خب دو تا بلوک رو روی هم قرار بدم میشه 10 سان، باز هم من 2 سان اختلاف اندازه دارم نسبت به فاصله‌ای که بین دو تا کفه دستگاه پرس من هست. اینجا این فاصله رو باید من با یه چیزی پر بکنم. اینجا دوستان میام چیکار میکنم؟ من از صفحه آهنی استفاده میکنم و توی قالب هایی که ارزششون کم هست من گفتم شیار قالب باید یک اندازه استانداردی داشته باشه، اون اندازه هم کوچیک میشه و دیگه من نمیتونم از اون شیار روبند خود قالب برای بستن قالب روی دستگاه استفاده کنم. به همین دلیل من صفحه آهنی استفاده میکنم، یک مقدار عرض اون رو بزرگتر میگیرم که کار شیار روی بند من شیار رو بند من هم همون صفحه آهنی انجام بده. پس دو تا کار میکنه، یک کار شیار رو بند من رو انجام میده، ارزش رو بزرگتر میگیرم، دو اختلاف اندازه بین بلوک قالب من تا فاصله بین سینه دستگاه رو جبران میکنم. حالا خیلی هم میگن چرا خب نمیاد این صفحه آهنی رو آلومینیوم بذارید؟ چون دوستان صفحه آلومینیوم استاندارد با اون اندازه، با اون باریکی، با اون کیفیت آهن پیدا نمیشه. اگر پیدا میشد خیلی بهتر بود که ما صفحه آلومینیومی میذاشتیم، ولی چون نیست ما میام چیکار میکنیم؟ صفحه آهنی قرار میدیم. پس اینی که میان روی قالب های بزرگ صفحه آهنی میبندن اصلا توجیه اقتصادی نداره و طرف قالب ساز داره عیب کار خودش رو به این دلیل که میگه قالب من تاب ور نداره داره به وسیله صفحه آهنی جبران میکنه. در صورتی اگر قالب استاندارد طراحی شده باشه نباید این اتفاق بیفته و ما صفحه آهنی رو جاهایی استفاده میکنیم که قالب من بلوکش کوچیک است که اون هم بیشتر توی بطری‌های زیر حجم 200 سی سی اتفاق میفته، نه حجم‌های بالای 200 تا 250 سی سی. پس اگر دیدید یک قالب 1 لیتری صفحه آهن خورده، بدونید این قالب بلوکش نازک انتخاب شده و یک مشکلی داره و تولید شما رو هم به شدت سخت میکنه. و دوستان شما با دونستن این موارد الان میتونید یک قالب خوب رو تشخیص بدید و یک قالب خوب رو
بسازید. پس این نکات رو حتما به خاطر بسپارید، ویدیو رو ذخیره بکنید که خیلی خیلی این ویدیو به کارتون میاد توی خرید قالبتون. بریم تا آموزش‌های بعدی من نکات بیشتری رو براتون توضیح بدم.